ایران در حال آمادگی برای جنگ دیگر است و متحدان بزرگش چین و روسیه در حال مسلح‌تر کردن جمهوری اسلامی. همزمان اروپا از تقویت بودجه دفاعی، تأسیسات موشکی و برنامه هسته‌ای ایران و تجهیز پنهان حزب الله و حماس نگران است. این در حالی است که ایران به غرب پشت کرده و درگیر حل منازعات منطقه‌ای به ویژه پاکستان و افغانستان شده. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم را به بحث میگیرم با همکارم احمد رشاد زریر از استودیو 2. سلام رشاد، آیا تهران در حال آماده شدن به جنگ دیگر است؟ خبرهای حمایت نظامی چین از ایران از چه حکایت میکنه؟ ایران گویا در خفا و به صورت پنهانی داره خودش را به یک جنگ بزرگ که احتمالاً اول با اسرائیل و شاید در دفاع با آمریکا و غرب آماده میکنه و گویا این فرایند هم در حمایت چین و روسیه انجام میشه و اخیراً بیشتر چین درست. با وجودی که همه کشتی هایی که محموله های تسلیحاتی را به ایران انتقال میتن حالا تحت تحریم های شدید بین المللی هستند پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، ولی تازه نشنل انترست گزارش داده که چین داره به طور مخفیانه یک سری موارد از جمله سودیم پرکلوریت که برای ساخت موشک های بالستیک ایران هست به ایران و به بندر عباس منتقل میکنه. این به این معناست که هند داره متحدش را مجهز میکنه به یک جنگ یا دفاعی بزرگ. درست. گویا اروپایی‌ها نیز نگران تحرکات نظامی اخیر ایران هستند. مقامات اروپایی چه گفتند و نگرانی هایشان تا چه اندازه جدی است؟ یک مقام اروپایی به 3 بخش اشاره کرده. اولا گفته که چون بودجه دفاعی ایران 200 برابر 200% افزایش پیدا کرده، یک دومی که برنامه بالستیک و موشک های هایپرسونیک ایران خلاف درخواست غرب و حالا متحدان غرب در حال تقویت و حتی مقامات نقل قول کرد از مقامات ایرانی که بیشتر از جنگ 12 روزه اینا انبارهای موشک دارند و زرادخانه های موشکی ایران در حال تقویت نسبت به گذشته از چندین برابر. همزمان بحث دوم نگرانی هسته‌ای است که میگه در کوه تیشه نزدیکی نتنز در زیر خاک تأسیسات اتمی به صورت عجیب و غریب در حال بازسازی و احیا است، چیزی که نگرانی جدی غرب و دشمنان ایران است. و سوم مورد هم گفته به صورت مخفیانه داره دور میزنه تمام تحریم ها و ساختارهای امنیتی منطقه را ایران و به حزب الله و حماس همچنان سلاح میرسونه و اونها را تجهیزات لوجستیکی میکنه. خب با این وجود گویا ایران خیال و تشویش غرب را نداره و در تلاش است ابتکار مدیریت منازعات منطقه‌ای دست بگیره. صحبتایی داریم که در تلاش است تا منازعات افغانستان پاکستان و تنش‌های افغانستان پاکستان را حل بکنه. دقیقاً همینطور که گفتی شکوهمند، ایران به غرب پشت کرده، نه حاضر به مذاکره است نه حاضر به کوتاه آمدن از آنچه در موردش غرب ازشان درخواست داره. ولی همزمان امروز آقای سعید خطیبزاده معاون وزارت خارجه ایران سرانجام در ادامه تلاش‌های دیپلمات‌های ایرانی به ویژه آقای عراقچی خبر داد از این که بالاخره قرار است این نشست منطقه‌ای به نام گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان که زمان و مکانش مشخص نیست شکل بگیره که چین و روسیه محوریت حضور را خواهند داشت. ایران ابتکار مدیریتش را خواهد داشت. اکثریت کشورهای منطقه در او شرکت خواهند کرد تا اول منازعات بین پاکستان و افغانستان را بتونن کاهش بدن و رابطه کابل و اسلام آباد را بهبود ببخشن و بعد جلوگیری بکنن از احتمال درگیری ها و بی ثبات شدن منطقه. برغم ادامه تنش بین کابل و اسلام آباد آنچه خودت هم اشاره کردی زریر، از دهلی هم سخنان در مورد پاکستان میشنویم. برنامه هند چیست؟ هشدار تندی از جنگ دیگر داده. دقیقاً تازه و خب یک هفته میگذره از انفجار که در دهلی اتفاق افتاد و هند پاکستان را متهم کرد و تازه رئیس استاد ارتش هند با بسیار تندی و جدیت خبر داده از این که و هشدار داده، تهدید کرده پاکستان را. گفته آنچه در ماه می اتفاق افتاد و در 10 می اون جنگ را دونالد ترامپ میانجیگری کرد و پایان یافت فقط تریلر است یا سرفیلمی و پیشنمایش یک فیلم جنگی بزرگ است و اصل فیلم تازه هنوز آغاز نشده و قرار است آغاز شود. تهدید کرد پاکستان به حملات و جنگ بسیار شدیدتر و خونبارتر. ممنون حضورت احمد رشاد زریر از استودیو 2.
و ادامه خبرها. تلاش‌های منطقه‌ای برای پایان دادن به تنش‌ها کابل و اسلام آباد شدت گرفته است. امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان با عباس عراقچی همتای ایرانیش در یک گفتگوی تلفنی در مورد گسترش روابط میان دو طرف و همچنان پایان تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان تأکید کرد. همزمان وزیران خارجه روسیه و ایران در مورد تنش‌های کابل و اسلام آباد بحث کردند. در همین حال وزیران خارجه هند و روسیه تأکید کردند که در مورد تنش‌های افغانستان و پاکستان بحث خواهند کرد. با این همه وزیر خارجه افغانستان از پاکستان خواست مسئله تجاری را سیاسی نکند و دهلی به اسلام آباد هشدار جنگ داد. در این گزارش در حالی که محمد یونس آخوندزاده وزیر احیا و انکشاف دهات امارت اسلامی پرواز طیاره‌های ناشناخته در فضای هوایی کشور را برای امارت اسلامی غیر قابل قبول دانسته است، کشورهای منطقه برای حل تنش‌های افغانستان و پاکستان آستین برزدند. تاسو باور وکړئ چې موږ سره دا فکر بیخي ډېر سره دی چې موږ په ملک باندې پردۍ تیارې ګرځي. موږ دا جواب نه لرو چې ولې. د دې لپاره که ستاسو فکر یې اسلامي امارت سره به دا فکر نه وي، د شپې او د ورځې فکر ستا اخته دي لګیا دي، د دې لپاره به ورځ راځي چې بیا به انشاءالله ولازي لکه د مځکې چې د خوا مو سرحدات خوندي د هوا د خوا به محرم انشاءالله خوندي. وزارت خارجه افغانستان از گفتگوی تلفنی امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران خبر داده است. با گفته این وزارت دو طرف روی گسترش روابط دو جانبه، تحولات و ایجاد نشست‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مکالمه تلفنی نمودند. در این تماس تلفنی که دو روز صورت گرفت، دو طرف در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه میان افغانستان و ایران و اخیرین تحولات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر نمودند. وزیر امور خارجه کشور ضمن تاکید بر موقف امارت اسلامی افغانستان در خصوص همکاری ها و چگونگی تدویر نشست های منطقه‌ای اظهار داشتند که حفظ ثبات و تقویت هرچه بیشتر همکاری های منطقه‌ای یک اولویت مهم برای جانب افغانستان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن توضیحات پیرامون اخرین تلاش‌های آن کشور در زمینه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تاکید داشتند. همزمان با این وزارت خارجه روسیه از تماس تلفنی وزیر خارجه آن کشور با عباس عراقچی خبر داده و افزوده که روی موضوعات چون تنش کابل و اسلام آباد، هماهنگی پیش از نشست با هیئت آژانس اتمی، مشارکت استراتژیک میان روسیه و ایران و حل مناقشه فلسطین و اسرائیل صحبت کردند. آگاهان سیاسی باور دارند که تلاش‌ها برای کشاندن افغانستان و پاکستان به میز گفتگو در صورت پایان دادن به سیاست دوگانه از سوی اسلام آباد و تایید پیشنهاد کشورهای میانجی میتواند نتیجه مثبت در پی داشته باشد. تلاش‌های این کشورها در صورت میتواند مفید باشد که حکومت نظامی گیان پاکستان از تلاش‌های مزبانه خود به خاطر ادامه مداخله در امور داخلی افغانستان و همچنین سیاست‌های دوگانه خود در قبال افغانستان امتناع بورزند و با صداقت و ایمانداری و با تعهد بیشتر به پایدار ماندن به تعهدات پذیرفته شده جهانی در مقابل افغانستان برخورد بکنند. فکر می‌کنم که تلاش‌های این چنینی میتونه به عنوان یک مکانیزم موفق در خصوص حل فصل این تنش‌ها و این اختلافات مؤثر واقع شود. گفتنی است که وزیر خارجه هند در دیدار با سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه بر گفتگو درباره تنش‌های کابل اسلام آباد تاکید کرده و وزیر خارجه ایران از برگزاری یک نشست منطقه‌ای برای حل تنش میان افغانستان و پاکستان خبر داده بود. دولت ژاپن تفاهم‌نامه‌ای را به ارزش نزدیک به 6 میلیون دلار به منظور ارتقای معیشت و بهبود فرصت‌های اقتصادی برای زنان در مناطق مرزی با برنامه انکشافی سازمان ملل به امضا رساند. به دنبال برنامه‌های حمایتی برای توانمندسازی زنان در افغانستان، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان تفاهم‌نامه کمک مالی 2 ساله را برای ارتقای معیشت زنان از طریق تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی را با سفارت ژاپن در افغانستان به امضا رساند.
این پروژه به حمایت مالی 5.6 میلیون دلاری مردم ژاپن و با هدف حمایت مستقیم از زنان افغان و افراد آسیب پذیر به منظور پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط به رهبری زنان و بهبود اقتصادی محلی عملی خواهد شد. استفن رودریگز، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان، با ستایش از این اقدام ژاپن میگوید که این نهاد برای توانمندسازی زنان و ایجاد شغل برای آنان تلاش میکند تا فرصت‌های شغلی را برای بهبود اقتصاد زنان در افغانستان ایجاد کنند. هدف این برنامه کمک مردم افغانستان و حمایت از خانواده‌هایشان برای یک آینده بهتر است. ما افتخار داریم که همکاری قوی خود را با ژاپن و جایکا در حمایت از زنان افغان ادامه می‌دهیم تا آنان بتوانند بر چالش‌ها غلبه کنند. این برنامه در مناطق مرزی ولایت‌های چون تخار، بلخ، بدخشان و پکتیکا عملی شده و برای 2100 تن از زنان که در کسب و کارهای کوچک مصروف هستند، دسترسی به بازارهای محلی را مساعد می‌سازد. کینیچی ماسماتو، سفیر ژاپن در کابل، با تاکید بر حمایت‌های دوامدار این کشور برای مردم افغانستان می‌گوید که ژاپن تلاش می‌کند تا فرصت‌های شغلی بیشتر را برای زنان و نقش معنادار آنان در جامعه ایجاد کند. این برنامه به منظور حمایت از تجارت‌های کوچک که توسط زنان رهبری می‌شود طراحی شده است. ژاپن در کنار مردم افغانستان به ویژه زنان در مسیر دستیابی آنان به استقلال اقتصادی ایستاده است. این پروژه زنان را کمک می‌کند تا بتوانند از خود و خانواده‌هایشان حمایت کنند. من فکر می‌کنم اگر همچون کمک‌های اقتصادی به افغانستان ارسال شود و یک کمک صورت بگیرد و بتونه زمین کار و اشتغال دایمی را به مردم ایجاد بکنه، بدون شک میتونه تغییرات خیلی گسترده را در زندگی مردم ایجاد بکنه. چون هر از گاهی که مردم صاحب یک درآمد ثابت شد، گراف فقر به شکل اتوماتیک کاهش پیدا میکنه. برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان همچنان میگوید که این نهاد بیش از 1200 تجارت کوچک که بیشتر آن توسط زنان رهبری می شود را حمایت کرده و بیش از 2500 شغل جدید که 87% آن را زنان تشکیل می دهد ایجاد کرده است. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.